در قرقیزستان موسم نوبتی چینش حاصل جریان دارد و برای انجام با سرعت کارها کشاورزان محلی از نیروی کارگران کرایه‌ای تاجیکستانی استفاده می‌کنند. سیارت طالبجانова یکی از آنهاست. این زن میان سالی ساکن تاجیکستان روزانه آمده تا شام در یک خواجگی قرقیزی کار می‌کند. او به انجام همه گونه کارها از جمله پابیل زمین قادر است. ساعت 4 صبح از خواب بیدار شده اول خوراک مول رو میدهم. با بچه ها صبحانه آماده کرده ساعت 5 الکی در سر کار میشوم. همه گونه کار را انجام میدهم. خشک کردن زردآلو، پابیل و چینش حاصل تماکو، علف دروی ما را در اینجا با غذا تامین میکنند. قرقیزها برای این کارها به دستمان روزی تخمینا 45 سومانی پول میدهند. درآمد ماهانه تا 500 سومانی میشود. درآمد از حجم کار وابسته است. به حساب میانه درآمد ماهانه سیارت طالبجانова 40 تا 50 دلار را تشکیل میدهد. مزد مهنت را هم با پول قرقیزی، سام و هم سامانی تاجیکی میگیرند. زنهای جویای کار بسیار وقت بریگاد تشکیل کرده گروهی کار میکنند. شمار مردان زیاد نیست، اگر باشند هم از حساب آنهایی است که برای مردکاری به روسیه رفتن نتوانستند. سال گذشته مزد روزانه کار ما 50 تا 60 سامانی بود. امسال از 35-40 سامانی بیشتر نیست، ولی به هر صورت ما از بودن همین امکانیت کار راضی هستیم و از برادران قرقیز تشکر میکنیم. معلوم نیست که روز چند نفر از شهروندان تاجیکستان به قرقیزستان برای انجام کارهای موسمی کشاورزی میآیند. ساکنان محلی میگویند که این تجربه نو نیست و سالهای اخیر زیاد میبینند که تاجیکستانی ها برای کار روزانه به کشورشان میآیند. کارگران تاجیکستانی را مرد کارهای یک روزه مینامیم، چون که برای آنها فقط کار یک روزه لازم است. روزه به آنها 250-300 سام حق زحمت میپردازیم. در میان کارهایی که مرد کارهای تاجیکستانی در قرقیزستان انجام میدهند، ساختمان خانه هم مشاهده می شود. کاری استاهای تاجیکستانی گران نیست. آنها برای خود شرایط مخصوصی کار هم طلب نمی کنند. آنها منفعت دارند که کار خود را زودتر انجام دهند. کشالکاری نمی کنند. گاه همراه با مادران خود برای اجرای کاری صحرا کودکان نابالغ آنها هم می آیند. مزد کار کودکان کمتر است، هرچند برابر با کلانسالان کار می کنند.